تجربه کاری این پیرمرده واقعا منو شگفت زده کرد. یه علامت روی کف سیمانی بزن و یه تیکه لوله PVC داخلش کار بذار. بعد دور لوله رو با سیمان صاف کن. وقتی سیمان کاملا خشک شد، لوله رو هم سطح زمین ببر. بعد دهانه لوله رو یکم گشاد کن. سر دیگه لوله هم یه درپوش لاستیکی بذار و داخل لوله PVC فرو کن. هر وقت داخل لوله پر از شن یا خاک شد، خیلی راحت میتونی لوله داخلی رو بیرون بکشی و تمیزش کنی. اگر مثل همیشه روی لولای در روغن بریزی، روغن خوب به داخل لولا نفوذ نمیکنه. یه توپ فوتبال زیر در بذار و بادش کن. این کار باعث میشه پین لولا کمی بالا بیاد و روغن خیلی بهتر به داخلش نفوذ کنه. اگه دیدی در دیگه درست بسته نمیشه، پین لولا رو در بیار و یه تیکه چوب زیر در بذار. میبینی که لولا کمی کج شده. کافیه یکم صافش کنی تا در دوباره مثل قبل درست بسته بشه. اگه در خوب چفت نمیشه، لازم نیست برای تعمیرش هزینه کنی. خیلی وقتا مشکل از صفحه زبونه قفل دره. فقط با یه پیچ گوشتی صفحه رو آروم به سمت بیرون ضربه بزن. مشکل برطرف میشه و خرج تعمیرم روی دستت نمیمونه. 2 تا در بطری رو با چسب حرارتی به هم بچسبون. یه تیکه لوله خرطومی رو ببر و بین اون 2 تا در بطری بچسبون. چند تا سوراخ روی لوله ایجاد کن تا هوا ازش رد بشه و در آخر اون رو پشت در نصب کن. به همین راحتی یه ضربه‌گیر کاربردی برای در درست کردی. اگه کنار جاده یه قفل یا سگک کمربند ایمنی ماشین پیدا کردی، میتونی اون رو روی در نصب کنی و به عنوان یه قفل موقت ضد سرقت ازش استفاده کنی. اینطوری وقتی از خونه بیرون میری، خیالت از بابت دزدها یکم راحت تره.